کاروان قصه. به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها. شنوندگان عزیز برنامه کاروان قصه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش وقتیم. باز هم بنده شفیق رسولی و همکار ثبت برنامه با یک داستان زیبا در خدمت شما ادب دوستان قرار گرفتیم. داستان امشبمان تحت عنوان پیراهن گلدار از استاد رهنورد زریاب می باشد. امید است تا آخر برنامه با ما همراه بوده و از شنیدن داستان لذت ببرید. رادیوی ملی افغانستان، صدای رسای همه افغانها. کوچه زیبایی بود، سرکش قیر ریزی بود و در دو کنار سرک به امتداد جوجه های باریک درخت های چنار دیده می شدند و برگ های زرد رنگ درخت ها اینجا و آنجا روی سرک و پیاده‌روهای دو کنار آن افتاده بودند. خورشید طلایی رنگ بعد از ظهر گرمای خوشایندی داشت. خزان بود. با مادرم گفتم چه کوچه خوبی. لبهای پریده رنگش باز شد. خواست چیزی بگوید اما چیزی نگفت. لبخندی زد، لبخندی ساختگی بود. و من گفتم اگر می توانستیم همین جا یک خانه بگیریم بسیار خوب می شد. مادرم باز هم چیزی نگفت، لبخندی هم نزد. هوا روشن و صاف بود. از هوای کوچه ما فرقی داشت. هوای کوچه ما تیره و خاک آلود بود. در کوچه خودمان خورشید را خیلی کم می دیدیم و همه جا سرد و خاکستری به نظر می آمد. به اطرافم نظر انداختم. دیوارهای خانه ها برخلاف کوچه ما پخش و رنگ شده بودند. از سر این دیوارها شاخه های گل ها و بته های زرد رنگ به سوی پیاده روهای کوچه پایین آمده بودند. این شاخه ها به نظرم خیلی زیبا آمدند. درخت های چنار هم به نظرم زیبا آمدند. کنار جوجه های باریک سبزه رویده بود و سبزه ها نیز رو به زردی داشتند. به نظرم می آمد که شاخه های گل ها و بته ها، برگ های درخت ها و سبزه های کنار جوجه ها رنگ خورشید را دارند. طلایی رنگ بودند. خم شدم و بر سبزه ها دست کشیدم. گرمای خوشایندی همانند گرمای خورشید انگشت هایم را نوازش داد. مادرم پرسید چه می کنی؟ گفتم سبزه ها را دست بزن، مثل آفتاب گرم هستند. مادرم نیز خم شد و دوبار روی سبزه های زرد رنگ دست کشید. من باز هم متوجه دیوارهای پخش شدم و در دلم گفتم که اگر اینجا خانه می داشتیم بدون اینکه دروازه را بزنم می توانستم از دیوار بالا شوم و به حویلی بروم. پیش خود گفتم می توانستم مادرم را بترسانم. در این حال به سوی او نگریستم. چهرش افسرده بود، خسته به نظر می آمد و دیدگانش در افق نقطه دوری را خیره خیره می نگریستند. بار اول بود که به این کوچه آمده بودم. آن روز صاحب خانه مان به پدرم گفته بود که خانه‌اش را رها کنیم و صبح من و مادرم در جستجوی یک خانه دیگر برآمده بودیم.
پیش از این هر وقتی که برای خانه پالیدن می برآمدیم، در همان کوچه خودمان و یا کوچه های مانند کوچه خودمان می گشتیم و خیلی زود خانه‌ای پیدا می کردیم. اما این بار نمیدانم چرا مادرم همه آن کوچه های تیره و خاکستری رنگ را پشت سر گذاشته و آمده بود به این محل تازه و ناآشنا. آن روز صبح مادرم پیراهن گلدارش را پوشید، بوتهای سیاهش را به پا کرد و چادر سفیدش را به سر انداخت. فکر کردم که به مهمانی می رویم. هر وقت به مهمانی یا عروسی می رفتیم مادرم همین لباس را می پوشید. گاهی به پیراهن مادرم با زمینه قیماقی رنگ و گلهای بنفش و نارنجی و برگهای سبزش چشم می دوختم. به نظرم آمد که خورشید از پشت این زمینه قیماقی رنگ می تابد. به نظرم آمد که این سرک، این خانه های رنگارنگ و این درخت ها و بوته ها در میان گلهای بنفش و نارنجی جا دارند. مادرم پرسید: مانده نشدی؟ جواب دادم: نی. به دکان کوچکی رسیدیم و مادرم از دکاندار سراغ خانه کرایی را گرفت. دکاندار گفت: همین سرک دست راست دروازه دوم خانه کرایی است. خانه قشنگی بود. کتاره‌های سپید داشت. دروازش هم سپید بود. بر دروازه حلقه‌ای دیده نمی‌شد. مادرم با کف دستش به در کوفت. نمی‌دانستم چرا دروازه حلقه ندارد. دروازه خودمان حلقه بزرگی داشت و خاکستری رنگ بود. مادرم دوباره در را نواخت. بعد هم برای بار سوم. سرانجام دروازه باز شد و مردی بیرون آمد. به سراپای ما نظری انداخت و گفت: زنگ را نمی بینید که تک تک می زنید؟ سوی مادرم نگریستم. از شرم سرخ شده بود و می لرزید. گفت: ما خانه کرایی می پالیم. مرد پرسید: برای خودتان می گیرید؟ مادرم جواب داد: ها. مرد با سردی گفت: این خانه خیلی قیمت است. اصلاً برای خارجی هاست. و به درون رفت. سرخی از چهره مادرم ناپدید شده بود. مثل رنگ دروازه سپید میزد. آهسته گفت: میبینی؟ و دستم را از دنبالش کشید. از این مرد بدم آمده بود. گفتم: چه آدم بدی. مادرم آهسته زیر لب گفت: زنگ دارند. عجب. از بازویش گرفتم و به گلهای بنفش و نارنجی پیراهنش چشم دوختم. به نظرم آمد که این خانه با کتارها و دروازه سپیدش نمیتواند در میان این گلهای بنفش و نارنجی باشد. سرم را که گشتاندم خانه را دیدم که با کتارها و دروازه سپیدش آرام و خاموش ایستاده است. به نظرم آمد که این خانه سرد است و گرمای خورشید گرمش نمیتواند کرد. مادرم گفت: فایده زنگ چیست؟ من گفتم: نمیدانم. مادرم آهسته زیر لب گفت: برای خارجی ها. و زنگ، عجب. لحنش تمسخر آمیز بود. در دومین خانه‌ای که پیدا کردیم با ما گفتند که خانه را کرا نمیدهند. در خانه سوم مردی بیرون شد و گفت: شما کرا داده نمیتوانید. این خانه خیلی قیمت است. مادرم پرسید: کرایش چند است؟ مرد جواب داد: 10,000. دور شدیم. مادرم خاموش بود و می لرزید و چهرش سپید می زد. من به نظرم می آمد گرمای خورشید کاهش می یابد. به نظرم می آمد که خانه های زیبا با گلها و درخت هایشان سرد و خاموش شده می روند. به نظرم می آمد که این خانه ها موجودات پرخاشگری هستند که آدم را دشنام می دهند. چشمم به گنجشکانی افتاد که غمزده و آرام روی سیم برق نشسته بودند.
به نظرم آمد که گنجشکان را نیز خانه ها دشنام دادند. در دلم گفتم ولی گنجشکان که خانه کرایی کار ندارند. بعد حالت غم زده ایشان وادارم ساخت که بگویم حتما دشنامتان دادند. با مادرم گفتم گنجشکان را میبینی؟ چشمهایش متوجه پرندگان غم زده شد و مثل این که با آنان گپ بزند گفت برای 1 ماه 10,000 این را شنیده بودم. بعد در برابر خانه کرایی دیگری رسیدیم. خانه 2 طبقه‌ای بود. دیوارهایش رنگ نخودی داشتند و دروازش 4 مغزی رنگ بود. مادرم ایستاد و کنارهای دروازه را نگریستن گرفت. گفت این خانه زنگ ندارد و با کف دستش به دروازه زد. مردی در را باز کرد. مادرم گفت ما خانه کرایی میپالیم. مرد پرسید برای خودتان میگیرید؟ مادرم جواب داد نی، برای پسر تاجری میگیریم که از خارجه میآید. نمیخواهد در خانه پدریش زندگی کند. تا خانه خودش آباد شود میخواهد خانه کرایی بگیرد. مرد گفت بفرمایید خانه را ببینید. به درون رفتیم. حویلی بزرگی بود. چمن قشنگی داشت و در گوشه های چمن اینجا و آنجا کردهای گل دیده می شدند. در میانه چمن حوض کوچکی دیده می شد. زمین و کناره های حوض سنگ مرمر بود. مرمر سپید. مادرم گفت چرا دروازه زنگ ندارد؟ مرد مثل آن که معذرت بخواهد جواب داد 1 زنگ می نشانیم، کار مشکلی نیست. مادرم گفت پسر تاجر گل پتونی دوست دارد. چرا گل پتونی نکاشته اید؟ مرد جواب داد حالا که وقت گل گذشته است، سال آینده هر نوع گل که خواسته باشید میکاریم. پتونی هم میکاریم. مادرم پرسید چرا فواره آب نساخته اید؟ مرد جواب داد اگر خواسته باشید میسازیم، اشکالی ندارد. مادرم باز هم پرسید تلفن خود دارید؟ مرد جواب داد ها، تلفن داریم. و بعد اتاقها را دیدیم. مرد همه جا را نشانمان داد. اتاق نان، سالن، اتاق خواب، تشناب، مطبخ، همه جا را. گیج شده بودم. اتاقهایی بدین قشنگی هیچ ندیده بودم. در این حال از خودم میپرسیدم چرا مادرم دروغ میگوید؟ مادرم خاموشانه و آرام همه جا را دید. بعد از مرد پرسید چند کرایه میگیرید؟ مرد مهیلانه لبخند زد 8,000، فقط 8,000. مادرم با همان خونسردی گفت خوب، امشب برایتان تلفن میکنیم. مرد با عجله شماره تلفن را بر کاغذی نوشت و به مادرم داد. هر وقت که بخواهید تلفن کنید. از خانه برآمدیم. من به سختی گیج بودم. مادرم خاموش بود. بعد دیدم که میگرید. بانو که چادر سپیدش چشمهایش را پاک میکرد. چشمم به سیمهای برق افتاد. دیگر گنجشکان روی آنها دیده نمی شدند. به پیراهن مادرم چشم دوختم. به نظرم آمد که گنجشکان رفتند میان گلهای بنفش و نارنجی. آواز گریه مادرم را شنیدم. حق حق می گریست. باز گلویم را گرفت. بازویش را فشردم و گفتم چرا؟ گریهش شدیدتر شد. ناگهان بغضم ترکید. به گریه در آمدم. رویم را گشتاندم و از پشت پرده اشک آن خانه را دیدم. خانه نخودی رنگ به نظرم تیره و مبهم آمد. به نظرم آمد که خیلی از ما دور است. خیلی دور. مادرم گفت گریه نکن. خودش گریه را بس کرده بود. لبخند میزد. با نوک چادر سپیدش چشمهایم را پاک کرد و آهسته گفت برایش تلفن میکنیم و خندید.
سخنش برایم سخت خنده‌دار و شیرین بود. بی اختیار خندیدم و گفتم و میگوییم که فواره هم بسازد. هر دو بلندتر خندیدیم. آفتاب میخواست غروب کند. سایه های دراز و تیر رنگمان روی سرک قیرریزی پیشاپیشمان بر زمین میخزیدند. احساس سرما کردیم. خانه ها، درخت ها و سبزه ها دیگر برایم جلوه‌ای نداشتند. میخواستم زودتر به کوچه خودمان برسم. آنجا در آن محیط خاکستری رنگ بچه ها در انتظارم بودند. از بازوی مادرم گرفتم و گفتم خنک شده. مادرم گفت خانه که رفتیم چای میخوریم. به گلهای پیراهنش خیره شدم. در روشنایی غروب قشنگتر به نظر می آمدند. به سختی آرزو کردم که کاش میان آن گلهای بنفش و نارنجی باشم. کاروان قصه در برگیرنده داستان‌های زیبا و دلانگیز از نویسندگان خوب کشور. شنیدن این برنامه را ساعت 10:30 تا 11 شب‌های دوشنبه و سه‌شنبه از رادیوی ملی افغانستان روی موج متوسط 1107 کیلوهرتز و 105.2 FM فراموش نکنید. خب شنوندگان عزیز برنامه کاروان قصه، این بود داستان پیراهن گلدار که به حضورتان به خوانش گرفتیم. قابل یادآوری است برنامه کاروان قصه را از طریق صفحات اجتماعی رادیو تلویزیون ملی افغانستان نیز می توانید دنبال نمایید. و تا شب دیگر و داستان دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. بقیه شبتان خوش. الله یار و مددکارتان. ای وطن ای مادر پاکی منی، زادگاه و میهن و خاکی منی. من به نامت عشق می‌ورزم وطن، بی کس و بیچاره هستم بی تو من. دشمنانت ای وطن درمانده شد، عاقبت از خاک پاکت رانده شد. آسمانت از هوای عشق و پر، زین سبب خورد و بزرگت پر سرور. زین سبب خورد و بزرگت پر سرور. ای وطن ای مادر پاکی منی، زادگاه و میهن و خاکی منی. من به نامت عشق می‌ورزم وطن، بی کس و بیچاره هستم بی تو من. ای وطن فصلی خزانی تو رمید، فصل عشق و فصل آبادی رسید. تاجیک و پشتون و ترک و ترکمن، هم بلوچ و هم هزاره یار من. ای وطن فصلی خزانی تو رمید، فصل عشق و فصل آبادی رسید. تاجیک و پشتون و ترکمن، هم بلوچ و هم هزاره یار من. ای وطن ای مادر پاکی منی، زادگاه و میهن و خاکی منی. من به نامت عشق می‌ورزم وطن، بی کس و بیچاره هستم بی تو من. ما همه با هم برادر ای عدو، جملگی از شاخسار یک چمن. مستدام و جاویدان باد اسم تو، دور
بادا از خلاها جسم تو، دور بادا از خلاها جسم تو. ای وطن ای مادر پاکی منی، زادگاه و میهن و خاکی منی. من بنامت عشق می ورزم وطن، بی کس و بیچاره هستم بی تو من. سبز از هاران است و کوه و دامنت، کشت آباد ای وطن ویرانت. می کند پرواز در دشت و دیار، چون کبوترهای صلح و اعتبار. ملتی تو ملتی با اقتدار، در قبالت متحد و استوار. ای وطن ای مادر پاکی منی، زادگاه و میهن و خاکی منی. من بنامت عشق می ورزم وطن، بی کس و بیچاره هستم بی تو من. ای وطن فصلی خزانی تو رمید، فصل عشق و فصل آبادی رسید. تاجیک و پشتون و ترک و ترکمن، هم بلوچ و هم هزاره یار من. ای وطن فصلی خزانی تو رمید، فصل عشق و فصل آبادی رسید. تاجیک و پشتون و ترکمن، هم بلوچ و هم هزاره یار من. ای وطن ای مادر پاکی منی، زادگاه و میهن و خاکی منی. من بنامت عشق می ورزم وطن، بی کس و بیچاره هستم بی تو من. ما همه با هم برادر ای عدو، جملگی از شاخسار یک چمن. مستدام و جاویدان باد اسم تو، دور بادا از خلاها جسم تو، دور بادا از خلاها جسم تو. ای وطن ای مادر پاکی منی، زادگاه و میهن و خاکی منی. من بنامت عشق می ورزم وطن، بی کس و بیچاره هستم بی تو من. سبز از هاران است و کوه و دامنت، کشت آباد ای وطن ویرانت. می کند پرواز در دشت و دیار، چون کبوترهای صلح و اعتبار. ملتی تو ملتی با اقتدار، در قبالت متحد و استوار. ای وطن ای مادر پاکی منی، زادگاه و میهن و خاکی منی. من بنامت عشق می ورزم وطن، بی کس و بیچاره هستم بی تو من.